مانده نباشید. روز بخیر. خوش آمدید. با فکرم سراغتان رو خطا کردید بابایشان. اینجا برای شما نیست. نه پسرم، این رو یک طرف گذار. میخواستم پرسم این اسبابتون رو چند ساعته جورا گرفتن ممکن است؟ البته مشکلی نداره دوملو. درباره این آنقدر معلوماتی ندارم. رنگش رو هم تامین کرده میدید؟ البته با جان و دل. بسیار خوب. بابایشان این اسباب رو استفاده برده میتوانید؟ نه نمیتوانم. یگون بار استفاده بردگی نیستم. اگر خواهش کنم به من نشان میدید؟ البته دوملو نشان میدهم. اول رسم رو در پوست کشیده، سپس توسط این اسباب رسمی کشیده همون رو رنگ و بار میکنیم و تمام. تمام. در کشیدن این یگان مشکلی نخواهد شد. بعد بالایش رو با اسباب رنگ میکنیم. با اسباب تک و بالای پوست رو رنگ میکنیم. یک سنجیده بینیم. نه التماس. 5 پنجه هم هنر است. همه خیلی میداریم. بله مثل قلم آن رو میداریم. دوملو شما استا بوده اید؟ استغفرالله، تنها می آموزم. با مهارت بوده اید. در اصل من به یک شاگرد احتیاج دارم. با خدا میگویی که امامی رو بس کنم؟ امامی رو بس نکنید و در وقت خولگی آمده به من کمک رسانید. با خدا امر معروفی بسیار دارم. بهتر اون می شود که وعده ندیم استاد. مانده نباشید. مرحمت دوملو، چی خدمت کنم؟ من یک دوستم رو دیدن آمدم. دوستتون رو؟ بله دوستم رو، یعنی جسد دوستم رو. دوملو در اینجا آدم زنده نیست. درست، من هم برای آخران خواهش رحمتی رو به جا آوردن آمدم. دوملو او مرده است. چه خیلی خواهش کرد؟ بله راست میگوید، اما خودش هم خیلی خواهش کرده بود. با من گفته بود که در بالای سر جسدم یک دعا کنید دوملو. من هم رد نکرده خواستم خواهشش رو اجرا کنم. مرحمت. رحمت در پایان است؟ بله در پایان است. رحمت. خدایا چیکار کردم؟ با جسد آدم رسمی کلتاکلاس رو کشیدم. خدایا ما رو ببخش. ای اونال همش از پشت تو است. یا خدایا جسد در درون بوده رو ببخش و او رو به جنت داخل کن. خدایا او رو رحمت کن. دوملو بسیار با مهارت بودید. استغفرالله جناب. همین خیل. با تعریف هرزنده نیستم. نه تو هستی. مثل شما. پدر جان. لبای دوملو زیو بدی با زهرا خاندار شدنش در اینجا زندگی میکند؟ درست فکر کردی. شاید دوملو زیو نخواهد، اما من میخواهم که او در نزدیکی من باشد. چه که شما فرمایید. پدر جان هیچ خواطر نشوید. دوملو زیو کایها باز در اینجا نیت ایستادن دارد. این چه گپ؟ این چطور؟ در پیش دوملو همین خیل گپ ها میزنی؟ نه پدر جان، اویلیمو به همین هم کلون است و او چخل در اینجا زندگی میکند. فقط مقصدم همین رو فهمیدن بود. این خانه کلان به کدامی شما نمیرسد؟ نمیگوجید مگر؟ اینطور باشد به یگان خانه کلان میکوچیم؟ فروخ شاید بعد از توی به یگان جای دیگر کوچیم. چی فکر داری؟ لبای عزیزم میگویم که دوملو زیو با زهرو خانه دار میشوند کو بعد از این ما به دیگر خانه کوچیم. عزیزم
من اول خانه‌دار شوند بله. اون وقت همش رو حل میکنیم. ترسونچک. آها، درد اینها رو ببین و هم با داملازیا شاید زورا کوچیدن بخواهد و شاید جدا زندگی کردن بخواهم مثل اپای حله و اکای اونال. این خواهش اونال بود. اما بعد این قدر کارها تو باید برای این آدم حتی نگاه نکنی. بابا جان راست میگوید، من هم مثل شما از او خشمگینم. پس امروز به پیش ادوکات رفته جدا میشود. من آنقدر تیز قرار دادن نمیتوانم. دخترم باید زود قرار دهی. تو از پشت کلتک لسی حیوان در پیش او قدر نداری. این را بفهم. مرا هم به این بلا گرفتار کردی آقای اکرم. هی بابا جان این طور نگوید، التماس میکنم، به همان هم طاقت ندارم. برای طاقت کردن مجبور نیستی. اما من فکر جدا شدن رو تا حال نکردم بابا جان. آقای اکرم، با این صحبت شما همراه شدنی نیستم. معلوم می شود که نبیره‌تان شوهرش رو بسیار دوست می دارد. جناب، یک عائله رو ویران کردنش آسان است، اما این عائله رو داشتنش مهمتر است. در اصل درست میگوید او. چی گویم؟ باید گذشته شینیم، راست نیستیم. با اجازت شما جناب، من باید با نماز روم. خدا قبول کند. رحمت. آمین. مرحمت بشینید. حله جان، زاره کنم گوش نمی کند، اما با یک گپی گفته دامولا از راهش می گردد. به خدا این آدم بابایت رو با انگشتانش بازی می داراند. حالا می بینی. چی کار کنم؟ پدر جان، یک قهوه تیار کنم؟ بله با شکر. بله میدونم، نخود فراموش کنم. با تو هم تیار میکنم عزیزم. بیتول جون، اگر آقای اکرم رو میدیدی در آخر شب چنان سخن کرد که همه رو به گریه آورد. کاش که نمیرفتید مادر جون. چرا این طور میگویی؟ داملازیا برای شما چی میشود که رفته به جای پدر و مادری او خواستگاری کردید؟ مگر این کاری بد است؟ مادر جان، برای آدمی بیگانه رفته خواستگاری میکنید، مگر این کاری ناجور نیست؟ دخترم، من آدم را از چشمانش میشناسم، تجربه دارم و هم داملازیا آدمی عادی نیست. حتی بار اول دیدنم چقدر آدمی خوب بودنش رو فهمیدم. تمام، گپ شما شود. خیر، شما رفته به جای این آدم خواستگاری کرده، لیکن این آدم مگر پدر و مادر خیش تبار ندارد؟ خواستگاری به شما مانده است مگر؟ نه دخترم، نه. ندارد؟ نه ندارد. از همین سبب رفتیم. پدر و مادرش گذشتن. وفات کردن؟ بله. اگر میدونستم با او اینقدر سخت رفتار نمی کردم. سلام داملازیا. سلام خانم. سفر رو بخیر. با مسجد رفته ایستادم، کمی دیر موندم. برده رسانم شما رو. ممکن است که من خودم ماشین را رانم. البته ممکن. تمام. شیطان. اپا جان، کور هستی؟ چی هستی؟ لبه دامنا؟ با راهگردها راه دادن لازم. بله البته. از اون راه دادن دیر کردم.
اشگم یه شاگرد کمی دقتی نمی شود برادر؟ خیریت خانم زهرا ببخشید ماشین رو کمی تیز راندم وگرنه به نماز دیر میکردم. نه اونقدر تیز نروندید؟ الو چقدر؟ امیدوارم خبری خوش داری. خوب آفرین. الکی به اجرای نقشه گذاشتی؟ نقشه چی؟ اولی جمع با کی گپ میزده باشده؟ تمام. مادر تو باز چی نیتی ناپاکی داری؟ خیر میبینیم. با حیات بازی میکنی از اوداش میبروی ها؟ آن طرفش را فکر نکنید. پول را دهید همش حل میشود. حل شد. خدا قبول کنه بچه ها. روز بخیر. استاد باز چی شد هجری؟ استاد با سرم یک سوال اومد. بسیار ضروری است؟ بله بسیار ضروری است. خوب پرس کنی. استاد فرض کردیم که با دروغ گفتن مجبور شدیم خدا پناه دارد. خیر بعد برای حقیقت را گفتن باز دروغ دیگر گفتیم. دوام ده. استاد بعد برای دروغ گفتن حقیقت را گفتیم کو برای دروغ گفتن چرا وقتی دروغ را همراه حقیقت گفتن یعنی از دروغ گفتن حقیقت را گفتن و یعنی چی بود؟ هجری تو چیکار کردی؟ خودت را گم کردی؟ استاد من حقیقت را با دروغ آمیخته کردم. حاضر همین کار شد هجری؟ زبانت پیچیده موند کو؟ خودم را گم کردم. پس چی بوده است؟ دفعه دیگر باز آماده میپرسی مالش چخیلی که میگوین سخن بسیار دانو اندکی گوی یکی رو صد مگو صدی رو یک گوی هجری جان. همه خیل بود. درست. خیر مالش. استاد شعری خوب گفتید. استاد چی بود مصرع‌هایش؟ سخن بسیار دانو اندکی. استاد چی بود؟ چرا من در حالا نوشتم؟ زهرا؟ بیتول چی حال داری؟ چقدر شده بود که هم دیگر رو ندیده بودیم. خیلی می شود که وانه خورده بودیم. خوش آمدی. خوب هستی؟ خوش باشی. خوبم. خودت چی حال داری؟ خوبم. مرحمت بشی. قهوه بیارم؟ نه تشکر زیاد. همینش کافی است. مادرم در کجا سیوال جان؟ کجای رفته است؟ شنیدم فوتیه شدی. تبریک میکنم. تشکر زیاد عزیزم. چه خیلی گذشت؟ بسیار خوب. خدا نصیب کند. تشکر زیاد. السلام علیکم. خوش آمدید داملو. مرحمت چینید؟ نه تشکر ما میرویم. چه خیلی شما؟ خوب هستید انشالله؟ خوب هستم. شما خوب هستید؟ تشکر با دای شما گشتیم. الهی دای ما خوب باشید. خیز میرویم. البته. اما داملو یکون چیز میخوردید؟ نه تشکر یکون باری دیگر. مایلش. روز بخیر. تشکر زیاد. تا بازدید. تا بازدید. خیر داملو باز بیایید. روزتان بخیر. یا خدایا با سر این دختر سنگ افتیده است. خود را احتیاط کنید. مرحمت. قطعی زهرا رو بین. چی شده از سیوال؟ بسیار آدمی خاکسار است.
تمام. کاوالران رو فهمم. بله تو از زنی من دور گردد. او چی گفتن میخواست؟ من تماما نفهمیدم. از تهمت ناگهان خدا نگاه دارد. خانم زهرا، این کس راهزن همین محله است. هر قدری که برای اصلاحش دعا میکنیم اما هیچ اصلاح نمیشود. پس من هم دعا میکنم. میگویند که با دعای کرموش باران نمیبارد. سلام دخترها. مادر جان چرا شما اینها رو میبردارید؟ هیچ گپ ندارد عزیزم، بس این نیست که دامولوزیا را با زهرا در بیرون دیدم. بله در اینجا بودن. چرا نایستادن؟ میایستادن صحبت میکردیم. چرا رفتن؟ مادر جان کار داشتن. البته راست، به نزدیکی توی دارد. بگذار کمی سیر و گشت کنم. السلام علیکم خانم سلن. ساز هستید؟ باز تو؟ بله باز کی میشود؟ بعد اینقدر شرمندگیت تو چخل میتوانی با من روبرو شوی؟ تو چخل آدمی نمیشدنی هستی؟ من تماما نمیفهمم. خانم سلن افسوس بسیار، اگر شما ما را شناسید همقدر دوست میدارید که پیشانی هم کشود، چشمهایم تیز، دلم به خدا همین خیلی پاکه که همه دخترای شهر پیش شبازی مرا میخورن. با من چی؟ با من چی؟ میشینم در اینجا با تو سه و چور کرده؟ هر روز گفته رفته در باغ سر یک پیاله چای صحبت میکنید. باز چای میگوید این آدم، باز چای میگوید، دیوانه میشوم. شکرش پرابلم نیست، فانتا کولا چای چالو. نه من نمیدونم با تو چی کار کنم. خوبش من رفته بسود از بالای تو شکایت میکنم، حتی از اکای اونال برای خودم محافظ میگیرم. ای خانم سلن مرا به حالم گذار، میفهمی؟ مرا راحت گذار. خانم سلن نیستید؟ من شما را به یگان گمانی بعد محافظت کردنی بودم. ای دختر مرا گوش کن سلن. چیکار کنی ایستادید؟ ای بیاخل یاری خانم سلن اومدم. سردی مرو ابله، سردی گفتم بیاخل چیکار میکنی؟ واه چشمانم سو راسیدم. نجوم دست برده مسئله دست برسونید نامکان. درست ایستا حاضر نجوم ایستا البته دکتر را به صحیح فکر کرده. خوب استید خانم سلن، شما رو نجات دادم. تشکری زیاد. محافظ شما این رازن را دستگیر کرد. رحمت. خیر است. چه خیلی خیر، برادرم مرده است. چه؟ برای تشخیص کردن آمدی؟ شما از کجا میدانید؟ از آسمان پسرم، خودش معلوم است که. بیا یک جای میرویم. آیسته آیسته، مرا انتظار شد. کانی بینید معقول می شود. چخیل بوده است؟ خیر چخیل می شود؟ این حکایه رو با دیگران چخیل باور کنانه؟ همش رو حال کردم.
راحت باشید. اون دختر اکتریسه خوب است. راستش پولی زیاد طلب کرد. بعد کارش باز با او فیلم کردنمون در کار. بسیار خوب. تبریک میکنم. کاری خوب کردی. تو چی میکنی در اینجا؟ یک رفیقمون رو زیارت کرده زود میبریم کمیسر. کانان با کاری پلیس دخالت نکن. استغفرالله کمیسر، مرا خطا نفهمید. من هیچگاه با کاری پلیس دخالت نمیکنم، اما تا جسد کلتا کلاس رو نبینم آرام نمیشوم. با من چی؟ کمیسر لطفا مرا بفهمید. وقتی تشخیص کردن جسد مرا هم با خودتان گیرید. چی میکنی در اینجا؟ کمیسر آرام شده نمیتوانم، به خوابی بکشم. مرا فهمید لطفا آخر. شوکت تنها تو همراه همون بیا رفتیم. گذر. چلیکاتون جنبانده میتوانید؟ بعدی تاثیر کرد. خمیلش چلیکای پوچتون کار میکنن؟ انیق او کلتا کلاس بود؟ بله کمیسر همون بود. او بود ها؟ او بود. تو چه خیل فهمیدی؟ روی شناخته نمیشد. رفیق کمیسر، برادری چندین سال هم رو چه خیل نشناسم. آخر او برادری من بود. چقدر آدم دروغگو هستی؟ تو میگفتی که کلتا کلاس رو نمیشناسم. کمیسر من این رو کی به شما گفتم؟ کدام وقت گفتم؟ از اون وقت تا این وقت یک دنیا کار گذشته است. برادرم بود. برادری ما بود. روزا همش میگذرد. خاموش. وقتی تیم گریه نکن. مگر شما ندیده در دستش رسم کلتا کلاس بود؟ به اینش چی میگویه؟ ای برادری جانبی. بیای شرینر بیای گیرنر بیای برادر زیبا زیغ باشه شرینر سردار بخشید که من خدمت خمیدن نتونستم. برادر مادام که وضعیتشان خوب نیست امسال به اجاره پولی لابه نمی کنم. میلش پدر جان، میلش بسیار خوب. میلیس جان، ما با بابایت نردی بازی میکنیم، تو هم آمده با ما بازی کن. کار دارم پدر جان. این جوانها را هیچ نمیفهمم. به تلفن چسبیده دنیا را فراموش میکنند. میلیس، تو چقدر شد با بابایت بازی نکرده ای؟ بابا جان، یک روی نکرده با من بازی کن. فرخ، تو تماشا کن که دو بازیگری کسبی چه خیل بازی میکنند و بیاموز. این دفعه به شما غالب میشوم. بیا بازی را سر کن. سر کردیم. میلش میبینیم. 4 و 5 بازی کنید.
این شب نمیشود. آن دختر نمایش داشته است. چند هفته میشود که این را انتظار بوده است. پگاه میآید. خیر مایلش هیچ گپ نی. تو پگاه تیاری میبینیم. بای بای. بخیر است تولین جان کی بود؟ یک دوستم یک خبری خوش داد. چی خبری خوش بود است؟ کار چی فروخ؟ با گپ‌های زنکی هم دخالت میکنی؟ براری کار. نوبت من؟ نوبت من است بابا جان. درباره آن آدم هیچ چیز نمیدونیم. آیا تو درباره شوهرت همه چیز را میدونی؟ البته میدونم. دانی هم تو حال خرسند نیستی. پس معلوم میشود که همه چیز را دانستند کافی با نبوده من است. اینقدر گپ نشان نده زورو. گپ رو تاب داده باز با مسئله خانه‌داری من نبر. مرا مثال نیار. این موضوع تو است. این قدر سال از مناسبت‌های جدی گریختی. میدونم که اویلا بدپا کردن میخوای. شخص انتظار شده‌ات را یافته نتوانستی، همش را رد میکردی. این آدم را از کجا یافتی؟ تو به شخص انتظار بودم آخر همین است. در انتظار دامولا بودی؟ بله شخص انتظار بودم دامولای محله بود. به امام ها عاشق شدن مگر گناه است؟ یعنی زنی دامولا شدنی؟ بله زنی دامولا میشوم. نگاه کن لکه نگاه کردیم. زنی دامولا بود است. تخم پختن را یاد نگرفتی و زنی دامولا شدنی؟ بسیار خندآور است زورو. تخم هم میپزم، شیرینی هم میپزم. گپی دیگر داری؟ با این نگاه کن چقدر زبانش دراز است. تخم هم پخته میتوانست است و شیرینی هم. هر یک چیز میپرسم. چرا درباره کی بودنی وای پرسیدم تو خب کردی؟ خب نکردم. خب کردی؟ خب نکردم. اپا جان درباره من خواطر بودنت رو میدانم، اما این آدم را در حقیقت من میشناسم. البته عزیزم تو خوب میشناسی. تمام. او از همه زیادتر خواندن کتاب قرآن را دوست می‌دارد. فیلم های حجبی را بسیارتر دوست می‌دارد چون که عمر انسان کوتاه است و او را در غم و غصه گذراندن نمی‌خواهد. بله عزیزم. خوراکی دوست داشته‌اش باشد شوربا است. اکنون قانع شدید؟ نه. باور نکنی نکن. از پای کار شدن در کار. مایلش برادر. حاله با خونه خودش باید برگرده. با گلفروش با اون نامه میفرستیم. تو فقط در نامه چی نوشتن را بگو. نمیدونم. حالا یک سرود بود کو. کدامش کو یک بخوام؟ خوندن رو چیکار میکنیم؟ با ما این لازم نیست. شعر لازم است. مصرع ها لازمند. مایلش تو اولش را بگو شاید دمامش به یادم آید. یا خدایا این که باشد. نمیدونم. آقای اکرم میخواد با شما چای نوشد. آقای اکرم چای؟ بله. مایلش من لباس هایم روی عوض کردم میآیم. مایلش. این اکرم کار دیگر ندارد. کار از فقط قنچای نوشی هم برادر. خیر کنی بگو چی بنویسیم؟ چی؟ بگو. من از کجا دانم یگان شعری عاشقی نوشتن نمان لازم. نباشد حاله اون نال رو در حیاتش نمیبخشد و چی گناه کردنش رو هم نمیدونیم. درست میگویی. خونهشون رو نمیدونیم. ای اکا در قیسینگلت میشود که تو باید بدونی که به حاله چی معقول است و چی نه. بیاما فکر نداری؟ از کجا دانم شوکت که با او چی معقول است؟ یگان شعر بگوی من می نویسم. نویس. قلبم نویس. صاحب قلب من. همین جویش را زور گفتی برادر. دوامش را بگوی. عزیزم صاحب قلب من. دوامش؟ یک دم خبیث شوکت تو هر لحظه فکرم رو میبوری. این در نوشته نمیتوانم. یا خدایا اولش را خوب گفتی. دوامش را بگو آخی. عزیزم صاحب قلب من. تمام اومد. تمام انا اومد. باز کی اومد؟ در این خانه تنگی تو بزور خودم رو میگونجم. من نمیخوام سیم آدم را. کی اومد؟ کی میآید؟ من بس نیستم مگر؟ استغفرالله. عجب آدمی عجایب بوده ای. در حال قهر میکنم. عزیزم صاحب قلب من بیا با پیش من. دومولو با خدا که بعدی با اویله همون در اومدنتون گویا با خانه همون خورسندی بخشیدید.
استغفرالله خانم. بله درست است. بگذار چنین باشد. زهرا با خانه‌دارشویش با شما و با اویلمون داخل کردن شما بسیار هم کاری خیر کرد. تشکر زیادی انگا جان. مادر جان به شما چی شد اینقدر تغییری افتاده؟ بگذار سلامت باشند. برای فایدت این همه کارها گفتم به حال خودشون گذارم. اگر خواهی رفتارم رو عوض کنم. نه تمام. امی خیلی دوام دهید. دامولا لابای کمی درباره اویلتون نقل میکردید. یعنی درباره اویلا خاطره های زیاد ندارم. چی خیلی یعنی؟ هیچ چیز به یاد ندارید؟ تولین این گپ ها حاضر چی لازمند؟ نه جناب هیچ گپ نه. میفهمانم. یک روزی تیراماه وقتی برگ‌های درختان روی راه رو کشانده بودن خوراک‌های پخته مادرم رو هیچ فراموش نمیکنم. مزهش نه و بویشون در یادم است. و فکر من از مزهش دیده بویشون رو دوست می داشتم، خصوصا سمبوسهشون رو. و هر گاهی که این رو به یاد می آورم مادرم پیش نظرم می آید. خیر خانم تولین در خاطرم فقط اینها موندن. زیا پسرم ببین من تو را پسر میگویم. اکنون تو هم فرزند من هستی. تشکر زیاد جناب. اگر تو هم خواهش داشته باشی در حق رحمت پدر و مادرت یک خیرات کردنیم. اما جناب ایستا اینقدر زود اعتراض نکن. این را صدقاً میخواهم. شاید روی آن رحمت ها این را خواستند. میخواهم گویم که یک خیرات کرده با مردمان در حق پدر و مادرت یک دعای خیر کنند و بعد روح رحمتی پدر و مادرت با خواست خدا شاد خواهند شد. اگر خواهید من در این کار به شما یاری دهم. بسیار خوب می شود. بسیار خوب می شود. این فکر خوب است بابا جان. عزیزم پدر جان من این خبری خوش را به فروخ رسانم. تشکر جناب منت دارم. بسیار خوب می شود. بسیار خوب. فروخ عزیزم کار کرده ایستاده ای؟ بله حساب کتابم بسیار است. وای دومولوزی آمد. در پایان به ما از خاطراتش نقل کرد. همه اونقدر به حسیات گرفتار شدیم که فروخ پدرت چقدر آدمی خیرخواه است. البته جانم. برای والدین دومولوزی و معرکه کردنی است. با فکرم بسیار کاری خوب است. ثواب دارد. تو چی ها میگویی فروخ؟ نه عقلی تو به هیچ چیز نمیرسد. من میگویم که پدرت دومولوزی ها رو به جای فرزندش گذاشته برای والدین او معرکه کردنی است. میراث از دست میرود. تو باشی خوب میگویی. تو من رو دیوانه میکنی. عقلی تو نمیرسد. بخیر است در این شبی کی آمده باشد؟ خیر جناب اجازه دهید من میروم. دامولا چه صحبت زیبایی داشتیم. جناب بسیار دیر شد برای همین. اونقدر هم دیر نشد از شینید. سحر نماز است برای همین روم. ها نماز خدا قبول کند. تشکر زیاد. شبتان بخیر. خانم حاله به شما گل فرستادند. با من؟ کنی گرفته خون؟ خونم؟ بیخون کنی چی نوشته هستی از نه؟ عزیزم صاحب قلبی من مرا ببخش. در فکرم در روحم تنها تو هستی. با کجای نگاه کنم تو رو میبینم. میدانم تو رو بسیار رنجاندم اما اکنون من به تو نمیتوانم. این گلها رو قبول کن. به خانه‌ات برگرد زنک جان. رپای جان یزنم را ببینی اینقدر زیبا نوشته است. کنی بینم اینش چی باشد؟ کنی؟
فقط به ایتالیا. از همه مهمان خونه قیمت. اپا جان، یزنم تو رو بسیار دوست می داشته است. ایتالیا ها؟ این دفعه از پشت روزنهای ایتالیوی شده و سرش بلا میخرد. انشالله همه دعایمان اجابت شود. آمین. تا این وقت عقلش در کجا بوده؟ دخترم با عقل باش، با یک گل در حال آب نشو. بگذار از تو عذر زیاد پرسد. جناب با من اجازت. مرحمت دامولا. خانم حله در اصل یعنی با جمع که تا حال با او شناس نشدم بسیار شما رو دست می داشته است. خوب است شما به خونه‌تان زودتر برگردید. تشکر. من شما رو گسیل کنم. زحمت نکشید. هیچ گپ ندارم. تا بازدید. شبتون بخیر. سلین چند تخم نوشته شده است؟ 5 تخم میدوزیم عزیزم. 1 2 3 و تمام. 4 5 تمام. آنها دیگر به کار نمی آیند عزیزم. الکی تخم شکنی رو یاد گرفتیم. من آنها رو توزه میکنم. اول اینش رو تمام کنم. کنی رفته بین در یخدان یگان تخمی دیگر موند. ما این خیل شهر نبسته بودیم زورو جان. فقط باید به تو گویم که چه خیل پخته می شود. یعنی من نباید به این کارها دست زنم زورو جان. قهر نکن. سیلین تو هم گذاران دیده با تو تخم بیار گفتم. بین هم خودم عصبی هستم. چه خیلی کار قیم بوده سا؟ تو چی فکر میکردی؟ این فقط آغازی کار از زورو جان. آردمی انداختی خوبتر میشود. همین عصبت رو ویران میکند. با تو چی که من ارد میاندازم یا این که نه؟ خدایا هیچ یاردمت رو ندیدم سیلین. شاید رشک کردم. با همین حالم. بسیار زیبا شده ای زورو جان. بسیار زیبایم ها؟ با خدا که بسیار زیبا شده ای زورو جان. باز مسخره میکنی ها؟ اوه ای زورو تو هم مثل من زیبا شدی. خیلی که تو اون واقعی روزن رو به همه خانواده تو نقل کرده من رو شرمنده کردی. من هم این پخت و پزی تو رو نقل کرده تو رو شرمنده میکنم. فهمیدی؟ تمام؟ سیلی خمیرش تو نکامده است. چرا نمیشه؟ اینقدر قهرم رو نیار. من اینجا در باره روزن نقل دارم. تو باشی در باره خمیری تروشت گپ زده ایستاده ای. آی تمام دوگونه جونی ما. بپشمو نشوی. با یاردم چی از نن بد رفتار کردی و او رو پس زدی. او باشه تو رو از راهزن خلاص کرد. نگفت که چرا تو رو از راهزن خلاص کرد؟ تو این رو شوخی نفهم. در حقیقت خطر رو از سر گذرونده ام. مردنم ممکن بود. باور کردم. مرا یک سو بزرگ و خمیره چی شده ایستاده است. تو باور داری که همین خیل باید باشد؟ من از کجا دارم؟ گفتگوی تو رو کردم. من با بخوری با دوستانم بروم. خیر تو بازدید. مالش عزیزم. خودت را احتیاط کن دخترم. مایلش پدر جان. خانم حله به شما باز گل فرستادن. این دسته گل برای کی باشد حله جان؟ این دفعه اونال در حقیقت دلت رو شاد گرداند. با 2 دسته گل نبیره زیبایی مرا فریب میکرده است ها؟ بگذار دود به زیر پایت افتد عذاب کشد و آنگاه قدر و قیمتی تو را میفهمد. بابا جان کالتا کلوس مرده است. اونال از این بعد اصلاح میشود. امروز کالتا کلوس مرد پگاه دینازور پیدا میشود. دینازور نابود میشود. قورباغه پیدا میشود. این آدم از تو کارش را پیش میگذارد. از من یک گفتن
نشیده خانم چرا قهوه ما را تا حال نآوردید؟ آقای اکرم بله زهرا در آشخانه شیرینی پخته ایستاده است. وضعیت آشخانه برای قهوه پختن مساعد نیست. سبب شمی یک دقیقه زهرا آشخانه با آشخانه در آمده است؟ بله. عجبا همسری خوب بودنش رو به همه نشان دادنی است. عشق به چی کارها قادر است؟ اینقدر سال نبیرم که یک تخمم نپخته است. خوراک های با لذت با دست خودش پخته را به بابایش میخوراند. وای خوب چرا من با تو علمین میدیم تو نمیگیری؟ قسم خوردم نمیگ. یگون تنگای دادای تو از حلقم نمیگذرد. من برای تو پول کار کردم، باید علمینت رو بگیری. واهمه کنی رو بس کنو از اینجا رو. به خاطر گیر یگون تنگای تو به من لازم نیست. گوش کن مرا گوش کن. این پول ها را دولت همچون نفقه برای تو جدا کرده است، باید بگیری. یکمش که تو علاقه شواری من نیستی، دویمش این که من عریضه داده بودم که از نمی که روزم پول نمیگیرم. وای 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 حالا همین خیل ها؟ من بعد همین خیل من خودم رو تامین میکنم. ای نمیگ تو حال در همین جایی؟ مهمان ها رو ناراحت کرده ایستاده ای رو. ака илтимос ҳозир вақташ нест. шумо ҳам ба ҳамин одам ҳай часпидед, бигзоред равад охир. яксарафист ака ҳозир боз шата мехӯрем. биё ягон ҷои мувофиқ ёфта ӯро лату кӯб мекунем. рафтем. агар ту маро намедошти манро пора пора мекардам. салом хонумон. салом домуло. ин ду шахс шуморо нороҳат карданд? воҳима карда аз инҷо рафтанд. домулозиё лабай фурсатам нашуд. табрик мекунам. шунидам ки бо зӯро никоҳ кардаед. ҳа бале ташаккури зиёд. танҳо хости худованд аст. иншоалло бахти ман ҳам кушода мешавад ва монанди шумо марде пайдо мешавад ва ман ҳам ба ӯ хонадор мешавам. иншоалло хонум севал, иншоалло. умедворам худо ба шумо ин хел мардро тӯҳфа мекунад ва шумо хонадор мешавед. иншоалло. рӯз бахайр. рӯз бахайр. рӯз бахайр. сивал ту ба домуло чиҳо гуфта истодаӣ? ба худо маро шарманда кардӣ. ба наздики бахти ман ҳам кушода мешавад иншоалло. айб аст айб. куҷояш айб аст? зӯро домулро ба дом афтондааст. айб несту, дуои ман айб будааст. сафсатагӯиро бас кун. зӯҳро ба ин чӣ алоқа дорад? никоҳ карданро куҷояш айб аст. баъзан вақт чӣ гуфтанатро намедонӣ. биё ба дарун даро. рафтем. паза чӣ кор мекунем? ба хайр аст духтаро? роҳатонро гум кардед? бобоҷон, минбаъд зӯҳроро дар ошхона зуд зуд мебинед, чунки ба шавҳаршавандааш бояд ба дасти худаш хӯрок пазад. ҳа бобоҷон, ман ба корҳои ошхона шурӯъ намудам. оли аз ришҳои сиёҳи домулозиё буса кардан мехоҳам. омада оқибат туро ба ошхона фиристонд. офарин. аммо аз он пухтад қисми калонашро мехоҳам. ба нишида онро нишон наде. тамом, қисми зиёдашро ба шумо мебарам. тамом. اولی جناب. بامزه. راست میگویید؟ بسیار خوب آمده است. دستتون درد رو نبینه. در حیاتم یکم بار پختم. معلوم می شود که مادر زاد کدبانی بودم. البته. بسیار ملذت.
باوری دارید که بامزه است؟ بله بله بسیار خوب. پس من دائما برای شما میپزم، تنها برای شما میپزم، خودم حتی نمیخورم. نه خانم، یعنی زحمت نکشید، چون که مانده میشه به زهرا خانم. این خیلی شیرینی ها رو پختن خیلی مشکل است، مانده میشه. میپزم در 5 ثانیه همش رو میپزم. نشیده خانم، این چیست؟ شیرینی پخته زهرا. این شیرینی برای سنجش به لابراتوری میرود یا اینکه من میخورم؟ آقای اکرم، دکتر چند مراتب آگاه کرده بود. میدونید که خوردن شیرینی به شما من است، همین قدر داده میتوانم. پس اگر من از گوشنکی بمیرم، شما جنازه مرا با نماز پیشین یک جای کرده خوانید. خوب همین را میخواید؟ این چی است؟ این چی است؟ چی است؟ قاشق را ده. آقای اکرم چی شد؟ بیمزه است؟ بیمزه هم کف است، بیمزه هم کف شد. این را به هیچ کس نده، خوردگی میمورد. ایسا از این بطولین 3 پاره برده بیده. درا سردارم، باز چی گپ؟ لوین چی گپ؟ با شما یک قوطی آمده است، خواستم با دستان خودم با شما بیارم. خواطر نشوید، سنجیدم، آوازی سواد نیست، 100% در درونش بمب نیست. کی فرستاده است؟ ینگای حل فرستاده است. از همسرم؟ پسرم، همسرم چرا با من بمب فرستانه؟ سردارم، مکر این زنها با هیچ کس معلوم نیست، وقتی عصبی شدنشون بسیار خطرناک میشوند. بمانده چوی؟ زنک جان، عزیزم، اونال خوب هستی؟ خوبم. تو خوب هستی؟ امشب یک جای خوراک میخوریم. تو را خوراک میگویی؟ نمیدونم، کنی یک بینم وقتم میشود نمیشود، یعنی اگر بکار باشم چرا نی؟ این طور باشه من تیاری میبینم. مایلش تو باستید. خوش اومده سردارم. تبریک میکنم اونال. تشکر زیاد سردار. کار کلتکیلس رو با آخیر رسوندی؟ بله. تو را از قفایش بسیار همدمون، اما عاقبت بعد از هفته. بله سردار، همین خیلی. آفرین به تو، همین خیلی دوام ده. تشکر زیاد سردارم. سلامت باشه. روز بخیر مدیر. سردارم، ما کاری کلتکیلس رو با آخیر نرسوندیم، چون که اویدی مردن کلتکیلس یگان دلیل انیق نداره. سنجش دینکه گذراندن ما در کار. خاموش. کلتکیلس مرد، موضوع را پوش، دیگر نکشا. کلتکیلس مرد، من زنده شدم. اکای اونال. اوه سلین، خوش آمدی عزیزم. خوش باشید، من برای عریضه نویستن اومدم. ها تمام.
همه کارمندان بندند. خیلی خیلی میکنیم. تو اینجا شین انتظار شو. من یک پلیس بیکار را اینجا روان میکنم. عریضت رو گرفته میروه. تشکر زیاد. خواهش میکنم، این وظیفه ماست. مرحمت شین. خوش آمدید. باز تو ای خدایا توبه. سلن نام داشتی؟ حالا باشد خانم سلن عریضت رو من میگیرم. واقعا کی در کجا و چطور رخ داد؟ از همه مهمش هنگام رخ دادن حادثه کدام قهرمان شما رو نجات داد؟ مرحمت گپ زنید. این دروبین خودش رو تعریف میکند. من 1000 بار تشکر گفتم بس نبود. علاوه بر این تا آمدن شما من خودم رو با گازی اشک‌آور نجات داده بودم. به این نگاه نکردم مینداری خودم رو بیان کردم. شما از من چی میخواهید؟ با زمین همچون یک پلیس این وظیفه شما نیست مگر؟ نباشد در نوبت استید. بخدا اکا اونال گفت که راو عریضه اون دختر رو که حالم گریه دارد وگرنه من نمیگرفتم. تو باشی نوزیاچت رو میکنی، پلیس انتخاب میکنی. اگر پلیس انتخاب کنی مرحمت در نوبت است. خز با کی عریضه مینویسد؟ بیا مرحمت بید. نوبت بسیار زیاد است. من خودم رو ناراحت حس کردم. عریضه ام رو گیرید لطفاً. نفهمیدم. میگویم که من ناراحت شدم. عریضه ام رو شما میگرفتید؟ لطفاً میگوید شما. لطفاً. مایلش. مدام که این قدر خواهش میکنید مرحمت از اولش نقطه به نقطه فهمونید. ایستو اولش رو خودم مینویسم. لیوینت حیات مرا نجات داد. این رو مینویسم. بله. البته. یه دختر تستر گپ زنید مردم در نوبت ایستادند. تستر گپ زنید مردم نگاه دارن. خدایا توبه. آرام باش سیلن. آرام. باشی توم. چیزی که در کار شود من در درون هستم. مونده نباشد خواهر. تشکر. دومولوژیو در کجا است نمیدونید؟ در خانه آقای اکرم. با اون طرف راست روید و به طرف چپ گردید. تشکر. چرا پرسیده؟ آدمی پست زن و فرزندانش را پرتفته به اینجا آمده است. تشکر. دلار پست و بلند شد اما قرض رو با قربی پیشی نگرفتم. خوبی کردم آن را فهمیدن؟ ممکن فهمیدن. خواب کردید عزیزم؟ شما آمدید ما خواب میکنیم. کدبانوی نامی آمد. یزنه هم در کجاست؟ من اونال رو دعوت نکردم. وای نه یزنه این نوام. یا اینکه از شیرینی پخته تو بیمار شده است؟ از پخته‌ات کمی معده‌ام درد کرد. کمتر ناراحت شدم. او هم ناراحت شده است. چی؟ بعضیا بسیار هم پسند آمد عزیزم. میلیس پخته انگیر دخترم دستانت درد را نبینند. به شور شوندت طعام های با لذت پس. همش باید حقیقی باشد. هنگامی به اونجا در آمدنت همه باید باور کنند که تو زنی داملا هستی. فهمیدی؟ خواطر نشوید آقای چقدر همش مثل خواسته شما می شود. نامش را گیر و گوشش را کش. دومولوزیا خوش آمدید. وقتی که شما به خانه‌مون می‌دروید باور کنید خانه‌مون پر نور می‌شود. تشکر خانم. تشکر. خوش آمدید. یا خدایا بخیر است انشالله. عجبا کی باشه در این ساعت؟ کی میشده است؟
رفیقتان شفقت نباشد؟ خدا او نباشد. بسیار خندیدیم، عاقبتش بخیر شود. آقای اکرم لبای در نزدی در یک خانم دامولوزیو رو میپرسند. یک خانم آمده است میگویی؟ بله، اما خانومی ناشناس. کی است؟ نمیدونم. شاید از محله گنزن باشه. زنی دهاتی است اما از محله ما نیست. خیر بگذارید درآید. حاضر. مرحمت. مولای ساختکار، تو ما را در دهات گذاشته با این دختری بای خانه دار میشوی ها؟ حیف بر تو، حیف. خداوند جزایی تو را دهت خانه بود درت بسازد مولای ساختکار. من